اونها به اینجا اومدن مادر جون. خدایا توبه. اونها در اینجا چی میکنن؟ چطور جرأت کرده به دیهای حاجی شکر آمدن؟ دوغن در اینجا چی کردن؟ سیاه‌داران هجوم کردن، انبار رو آتش زدن. و تو چی شده؟ چرا گیره کردی؟ جناب سبا مرا گریستن میخواهد. چی رو میگویی کوتی؟ اگر پدرم قرض جناب سبا رو برگردانده نتواند، جناب سبا بر عوض پول مرا میگیرد. من به این هرگز اجازه نمیدم. تو بگو مهلت داده است یا قرض رو میدهد یا مرا. با کجا میروی؟ من از پدر ندارم، تو رو خودکاری میکنم. دیوانه شدی دوغن. پول رو از کجا میابی؟ میابم، البته میابم. خیریت که رسیدیم. خدا خواهد آنها ما را نمیابند. سبب رو ویران نکنیم. چی گپ است یلمز؟ سلاحداران در همین جایم. چی؟ خدا این چی روز است؟ چطور جرأت کرده به خانه حاجی شکر آمدن؟ من گپم را گفتم آقای مسلم. این دفعه مال و انبارهایتان را نمی سوزانم، بلکه مردم ده را به قتل می رسانم. باری آخر آگاه می کنم، یا انداز می سپارید یا اینکه این ده را ترک می کنید. مرا فهمیدید؟ رفتیم. زودتر باشید، کارمان زیاد است. اکنون چی کار میکنیم؟ گرچه ما را در حالت ناگوار هم گذاشته باشند، ما نباید به این راهزنها سر فراریم. پروا نکن پسرم، ما اصلا سر نمی فراریم. این راهزنها ما را ضعیف گمان کرده اسیر تشکیلات کردن میخواهند، لیکن ما برای آسودگی مردم ده کوشش میکنیم. شاید به آنها مقابلت نشان داده نتوانیم. فاطمه جان. بله. فهمم. مرحبا. بگذارید. چی شد خاله جان؟ شاید خبر داشته باشید آقای مسلم، دخترم از دست جناب سبا گریخت. از برای خدا به ما کمک کنید. از دست سبا بر این آدم ظالم نجات یافتن آسان نیست. میدونیم آنها به شهر رفتنیم، اما من میخواهم که آنها را نگاه کردم، بعد به شهر فرستم. اول در آمده کمی دم گیرید، یگان چیز خورید، بعد مصلحت میکنیم. زود برای مهمان ها یگان خوراک تیار کنید. مرحمت. خوب شده است. مرحمت درایید. بیایید درایید. پدر، چرا آنها را به اینجا راه دادید؟ همین ها نمی رسیدند. اکنون هم تشکیلات و هم سبا را به خود دشمن کردیم. بله عیناً چون گفته‌تان کردم، انداز سپاریدن نمیتوانند. یک راه دارند، آن هم از ده برآمده رفتن. شد سردارم، فهمیدم. کنی راه گردید. چیزی گسید.
سینو کماندون. آی قیزبان، تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ در قرارگاه سیخ شدم، خواستم من از شما بیایم. به این نگر راست میگویی؟ با خدا که راست میگویم. پس سلاح در کجاست؟ تو بر این جنگاوری خوب نخواد به سلاح گردد. به من ده. این سلاح را گیر. خودم تنها بودم. اگر نخست سربازان براین آدمی تشکیلات بودنم رو نفهمند گفته سلاحم رو نگرفتم. باور میکنم. را گردید میرویم. زودتر. در قرارگاه به من زیخ شدی ها؟ قیزبان به کجا میروی؟ بقیب از پس من آی. این چیل دختر است. راه گرد. چیکار کرده باشند آقای طاهر؟ آنها رسیده باشند؟ نمیدونم دیلا، لیکن ما هم هر چیز زودتر رویم خوب میشود. احوالش چخیم است؟ گلو زندانک شده است. باری آخر کی سوزنده رو گذرانده بودی؟ تقریبا 4 ساعت پیش. فهمه 2 ساعت پس خاطر رسان کن، آماده یک بار دیگر سوزنده رو میگذرانیم. مالش آقای طاهر. آقای حسین عذر میخواهم. این کارها وظیفه کلان سالان است، لیکن میدونید که من کسی ندارم. با امر خدا و قول پیغمبر با گلتن خاندار شدن میخواهم. گوش کن داغن، تو جوان خوش اخلاقی، لیکن گلتن را جناب سبا گرفتن میخواهد. سبا میدونم، از همه چیز خبر دارم. آقای حسین، اگر راضی باشید من قرضی از جناب سبا داشته تا رو بر میگردانم. با این راه از آن ظالم نجات یافته ما رو خاندار میکنید. با خدا چی گفتنم را نمیدانم. راضی شو حسین، راضی شو. خیر میلش بگذار چون خواسته شود داغن. در یک روز پولی قلیل رو از کجا میابی پسرم؟ میابم، یک بلا کرده میابم. یافته نمیتواند، با خدا نمیتواند. نمیدانم چیکار کنم. در حال ناامید نشوید، شاید آقای مسلم با شما کمک کند. با کدام رویم از آقای مسلم کمک خواهم؟ من از قبیله جناب سبا بودم، آمده به قبیله حاجی شکر همراه شدم، اما وقت مرا دستگیری میکردند. یک روز جناب سبا آمده و من کمی پول داد و خواست نفری را در خانه مهمان کنم. بعد فهمیدم که این آدم سلاحدار بوده است. از قبیله حاجی شکر یک کس را پران. از آن رو این جانب برای آقای مسلم نگاه کرده نمیتوانم. من به نزد جناب سبا میروم و پیش پایش افتیده 1 ماه مهلت میخواهم. چاره دیگر ندارم. ما پس از 2 ساعت باز میاییم. تو بخیر مایلش. خداوندا فرزندانم را در پناهت نگاه دار. از تو طلبی مغفرت میکنم. تو بزرگی، نگذار که ظالمان ما را خار کنند. آمین. خدا قبول کند خاله جان. تشکر پسرم. با من شناسنامه های داماد و عروس لازم است. چرا نگاه کرده ایستاده دیه آخر؟ اکی زیاد شناسنامه ها را بشر بردن در شبه عقد نکاح به قید میگیرد و بعد مأمور نکاح را گرفته به اینجا میآورد تا روز نکاح در خانه ما میماند. خدا از تو راضی باشد فهد. ما دوستیم یلمز، هیچ گاه سلامت باشد. من زود رفته اینها رو به اکی زیاد میدهم. مایلش. ببخشید آقای فؤاد. بخیر است دختر؟ من به نزد آقای مسلم اومدم. اما کم در حجره‌شون استراحت. تشکر آقای فؤاد.
آقای ماهیر، پدرتون رو دیدن میخوام. با او کار دارم. کنی گپ زد چی کار داری؟ آقای ماهیر، جنوبی سبا دوست داشتم رو گرفتن میخواد. اگر پول خلیل رو ندیم دختر رو میگیرد. به این هم دردمون از موی سرمون زیاد است. باز برای تو بر این لندهور به خودمون بلا نمیخریم. کنی رو از اینجا دخشب. از برای خدا این کار نکنید، خواهش میکنم. تو چی گپ رو نمیفهمی؟ دخشب از نظرم زودتر. روتینم رو میگیره، کمک کنید. دمت را گیر ابله. پدرم تو رو کلان کرده به این سن و سال آورده رسان. باز چی میخوای بیناموز؟ دخشب رو از اینجا. ما در اینجا بیزن میگردیم و این لندهور باشد در فکر زن است. بخیر است ماهیر؟ یگان کس آمده بود؟ نه پدر، هیچ کس نآمده است. رفته استراحت کنید. از دیدارت شادم طاهیر. منم فؤاد. شما نیز خوش آمدید خانم دیلا. خوش باشید آقای فؤاد. خیریت که آمدید، خیلی خواطر شدم. ما هم برای شما خواطر شدیم. خدا رو شکر که صحت و سلامت آمده رسیدید. صد شکر. چی شد دوغن؟ هیچ گپ نی. وقتی که جناب سبا شما رو نیافت در غضب شده قهرش رو از اکای حسین برآورد. با عوض قرضش گلتین رو گرفتن میخواهد. چه ها میگویی پسرم؟ وای وای، آدمی پست. با ما کمک کرد و بیچاره از سرش رو در بلا ماند. حالا استید میبینید که به سری ما باز چی بلاها را میارید. ماهیر، این چه خلدب است؟ من اکنون چی کار میکنم؟ دوست داشتم رو جناب سبا میگیرد. تو چی کار کردی ماهیر؟ برامانو کار کرده خودت رو بین. چرا آنها را به اینجا راه دادی؟ چرا دخالت کردی؟ کاری ما چی؟ دیده و دانسته به سرمان بلا آوردن میخوایی؟ بیا آنها را به جناب سبا میسپاریم. هیچ نباشد آرام آسوده زندگی میکنیم. هیچ کس نگفته است تا روز نکاح در حمایه ما میمانند. مرا فهمیدی؟ شما پنهان کنید. جناب سبا باشد آنها را میکوبد. حتما یک روز میفهمد. یا اینکه یکان کس رفته میگوید. هرگز این کار را نکن. ما این آدم ها را در حالت ناگوار گذاشتن نمیخواهیم. راست میگویی. ما سبب فتنه انگیزی بین دو قبیله میگردیم. یک فکر دارم. تا روز نکاح در دیگر جای پنهان میشویم و بعد یکان راهش را میابیم. سبا ما رو نیافته نگاه میکردیم، خوب میشد. لیکن با این احوال به کجا میرویم؟ مادرم راست میگویند. در حالی که سبای ظالم از پسمون است به کجا میروید؟ من شما را پنهان میکنم. من یک مادر خون دارم، بیرون از ده زندگی میکند. آنجا را کسی نمیداند. بیایید با آقای فؤاد خبر دهید. مادر جان، اگر به او گوییم به ما اجازت نمیدهد. برفین راست میگوید. ما با اون مکتوب میگذاریم. این خیلی خوب است. من بعد آمده با آقای فؤاد خبر میدهم. باید این کارو کنم. به خاطر گلتین مجبورم. بیایید رفتیم. کجا شدی دوغن؟ کجا شدی؟
کمی صبر کن دخترم. گفت که به نزد آقای مسلم برود، البته دستی خالی بر نمیگردد. تا این وقت باید که رسیده می اومد. تو را از پدرت خواستگاری میکنم گفت. پدرم در کجا؟ به خانه جناب سبا رفتن. باز یک بار دیگر او را التماس میکنم. ایتین با من یک سیب ده. گیر قزمان خور. تشکر من خوردم. به صاحب خانه چیزی از گلیم نمیگذرد. شما خورید، من اشتها ندارم. واه 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 واه. جناب سبا همین کلچقند را گیرید، غم را نیست میکرده است. بس کن. مژده را نیافتم گفته اشتهایتان گریخت ها؟ اینطور نکنید، از غم او باز خراب و خزان نشوید. سیمون از برای خدا ما را با حالم گذار. چرا عصبی شدید؟ شوخی را نمی بردارید. شوخی کردم. با کجا می روی قزمان؟ هیچ، خواستم کمی هوا تازه گیرم. کنی در جای کشین. به من به هیچ کجا نمی روی. شین. حسین چرمگر آمد از جناب. گوی که در آید. در آید که جناب خواهش میکنم التماس به من یک ماه مهلت دهید. حتما قرضتان را یافته میارم. لیکن به دخترم نرسید جناب. خاکی پایتون شما. تو پلید اینقدر آدمی دور رویه و بیناموس بودهی. هم فراری ها را پنهان میکنی و هم قرضت را بر نمیگردانی و باز شرم نداشته برای قرضت مهلت میخوایی. توف گوش کن تا بگاه یا قرضت رو میاری یا دخترت را. این کار را نکنه جناب. دخترم گناه ندارد. برورا دخترم را نگیرید. خواهش میکنم. شنیدی ایتین؟ دختر در حالتی ناگوار است و کوه برآوردنش آسان میگردد. زود کار را حل کن. فهمیدم سینان، پروا نکن. خوش آمده. خوش باشید. شما رو زحمت دادیم خاله جون. چه خیلی زحمت. این طور نگوید دخترم. تشکر. بیا. آقای طاهر، وقتی سوزندارو گذرانیدن کودک نزدیک است. قریب 2 ساعت می شود. ای خدا، قریب بود فراموش میکردم دیلا. من باید فوراً به خانه آقای حسین روم. دیلا باشد به نقطه طبی برمیگردد. نروی چی پسرم؟ مجبورم. باید با او سوزندارو گذرانم. مایلش. آنها به تو امانت. خاطر نشوید. باز می آیند. در امان خدا باشید. تشکر دیلا عمر رو هم می آوردی. او را خیلی پزمان شدم. نمیخوام یلماز. نمیخوام که تو رو در این حال بیند. او گمان میکند که تو در انقره میخوانی. مایلش دیلا، لیکن او را حتما ببوس به جای من. مایلش. مرحمت، به خانه درآیید. من رفته خوراک را میآورم. شما را زحمت دادیم اپا. این طور نگوید، چه خیلی زحمت. بیا. مرحمت، درآیید. داغان، تو به کجا می روی؟ من به نزد آقای فؤاد رفته در اینجا بودنتان را میگویم. باز خاطر نشود. پدر بگویید جناب سبا چی گفت؟ او از فکرش گشت؟ من اکنون چی کار میکنم؟ گریه نکن خواهر. من به تو کمک میکنم. تو کیستی؟ به من گوش کن خواهر. کی بودنی من مهم نیست. اگر تو تماما آزاد بودن خواهی با ما همراه شو. به کوه برا. نه، رو از نزدم. من از کوه بزرم. داغن
مرا نجات می‌دهد. چه؟ مرا شرمنده کردی؟ جناب ما خدا همه رو کفتیم. خاموش کم نزن. چه؟ آنها پس زمین فرو رفتند؟ باور کنید همه رو کفتیم جناب. دار شوه دست نزنم. دار شوه جناب. چه گپ؟ چه میخوایی؟ در کجا بودن فراری ها را میدانم. چه گفتی؟ یک بار دیگر گوی؟ در کجا بودنشان را میگویم، لیکن یک شرط دارم جناب. التماس خواهش میکنم از گلتن دست کشید. او دوست داشته من است. من روزی سراغه رو ده. دختر را گیر. گیر. شکر که در آخر به خود پناهگاهی یافتیم. از گریختن بیزار شدم یلماس. کم ماند برفین، کم ماند. قریب تمام شد. کاش اینقدر سرسان و سرگردان نمی شدیم. در دهه و خانه اما می موندیم. چه علاجی یلماس؟ نصیب بوده است از آنها نجات یافته یک جا شویم. به همینش هم شکر میگوییم. تو راست میگویی. باید شکرگزار باشیم. خدا رو شکر که با تویم. مرا فهمیدی؟ بله فهمیدم جناب. گوش کن، به آنها بر نمیگردی. فهمیدی؟ چرا ایستاده؟ زودتر روید. زودتر. چی گپ است جناب؟ فراری ها را یافتم سنان. ظاهر دیش را به قدر نرسانید، یافتم نگوید. باوری دارم که تو هم با آدمانت کمک میکنی. همین طور نیستی نان؟ ما چی مصلحت کرده بودیم جناب سبا؟ چی؟ من به این کار دخالت نمیکنم. رفتیم. وای 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 وای. درد کرد؟ نه. آفرین. انا بگیر، این رو برای تو آوردم. آقای دکتر نروید، التماس نروید، در همین جا ماند. رفتنم لازم، لیکن باز میایم. همه وقت در اینجا مانده نمیتوانم، زیرا من تو بر این بیماران زیاد دارم. اگر من در اینجا ماندم کی آنها را طبابت میکند؟ خیر، تا برگشتنی من از جایت نخیز میلش. گلتن کجا شدی داغن؟ نترس گلتن، جناب سبا تو را نمیبرد. تو چی ها میگوی داغن؟ در حقیقت نمیبرد. خدا را شکر که مرا از دست آن ظالم نجات دادی. داغن کنی گوی جناب سبا چی طور از این کار دست کشید؟ با او شرطنامه بستم. چی؟ با او چی خیلی شرطنامه بستی؟ داغن گپ زن، چی خیلی شرطنامه؟ باش چی کار کردی؟ خفه نشو گلتن، به خاطر تو کردم. به خدا به خاطر تو کردم. جای یولمز و برفین رو به جناب سبا گفتم. چی؟ تو در حقیقت با او گفتی؟ این کارو کی کردی؟ پیش از اینجا آمدنم. خاک بر سرت داغن، تو چی ها میگویی؟ چرا این کار رو کردی؟ مادر جان با کجا میروید؟ من آرام نشسته نمیتوانم. عقلم رفته. با آقای فؤاد خبر دهم که خواطر نشود.
شما در بیرون نایستید و درون درآیید. خیر. آنها آدمانی جناب سبایم. به خانه داغم بروم. مادر شما رفته با فقط خبر دید. زودتر روید. به خانه درآیید. من خوراک آوردم. شما را زحمت دادیم خاله. دیگه من برم. آدمانی سبا می آیم. زود باشه. دوید زودتر. خانه را یاد کنید بچه ها. کمزن فیلاری ها در کجایان؟ کامل میگونزد. زود باشه. میگونزد. ایستد. ایسته. آنها ما رو چی در بیفتن؟ داغن خبر داده است. برای چی داغن این کارو کرده؟ زودتر. الان در اونجا داد. داوید زود باشد. ایستد. نگوید دست بگویم. جلوتان ایستد. نکنده. نپرونه. ایسته. شما حقوقی به این دهه در آمدن را ندارید. ما با دهه شما کار نداریم. هر دوی آنها رو گرفته از اینجا میرویم. آنها در اینجا مهمانند. کسی به مهمانان من دست نمیرسوند. فهمیدید؟ تا آنها را نگیریم به یسوسا نمیرویم. به جای شما میشدم اول به گرد و اطراف هم نظر کردم، بعد گپ میزدم. خب بادامه که این دار است. جناب سبا آماده خودش حل کند. راه گردید میرویم. خوبی دخترم؟ نه دست مادر جون، خوبم. در وقتش رسیدید. تشکر برادر فهد. بیایید به خانه میرویم. تشکر بدم.
تو چی کار کردی فؤاد؟ چی کار کردی؟ آدمانمون کمند. در دنیا چقدر آدم باشد در خانه جمع کرده قبیله ها رو به ما دشمن کن. واه 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 واه، یعنی همین طوره؟ یعنی همین طوره؟ آخر گفته بودی که قوهشون از دست رفته است، ضعیف شدن. کنی گپ زن. چیکار کردن ما رو ندانستیم جناب. او خیلی جوان دلیر و ترس بوده است. آدمانش ما رو احاطه نمودن. دیدیم که ایلاجی دیگر نیست، برگشتیم. خاموش! او کی بوده است؟ کی بوده است؟ نبیره از شهر آمده حاجی شکرالله. از پا آماده کنید، با اونجا میرویم. زودتر. با کجا میروی؟ با کجا میشد؟ به حجت خونه؟ رو پش بویم نگرد یک طرفی؟ خدای توبه توبه. با کجا خیزبان؟ توبه. با کجا میشد؟ سینان من برین جنگاور یسو را به نزد فروش نفرستاد. توبه. جاوید رفته دختر را خبر گیر. مالش سینان. جناب صبا، شما هم مثل قبیله حاجی شکر شده اید. هر یک راه گذر به سویتون سنگ میپرتاید. احوالتون چی میشده باشد نمیدانم. سینان، خواهش میکنم به من کمک کن. جای فراری ها معلوم است. گوش کن سینان، بیا کمک کن که آنها را دستگیر کنیم. جناب صبا، حاجی شکرالله مرد، آنها باشد اصلاح نشدند. بعد از آن که یک مراتب بلا به سرشان آمد خیلی ضعیف شدند. مگر این ممکن است که قبیله حاجی را به خراج مجبور کنیم؟ اندازشان را به زور میدهند. شما به تعریف هایشان باور نکنید، احوالشان بد است. از مظلوم فراری ها را طلب کنید. اگر ندهند خانه و درشان را ویران کنید. اون وقت چی کار میکرده باشند؟ برای چی با من خبر نداده از اینجا رفتید؟ نخواستیم که تو و قبیلت را در حالت ناگوار گذاریم. در اینجا یک شب مهمان شدنتون هیچ کس را در حالت ناگوار نمیگذاشت. به این هم پگاه میروید، لیکن این کارتون خوب نشد. راست میگویی برادر. گوش کن فؤاد، گفتنیم که وقتی آمدن مامور نیکو معلوم نیست. تا آمدنش باید از اینجا برویم. وقتی آمدنشان معلوم است. اکای زیو با مامور نیکو حلقه براه برآمدن تا بگاه همینجا میشوند. عاقبتش بخیر باشد. به خدا کاری خوب نشد پسرم. صبا حتما به خانه امان می آید. کار از کار گذشت. می ترسم که به دعوای خونی تبدیل نیابد. گویا دشمنمون کم باشد، باز یک دشمنی دیگر زم شد. اکنون چی کار میکنیم؟ سرداران قبیله ها آمدند. چرا اومده باشند؟ برای ما دخترم. ما رو به جناب صبا نمیدهند. همین طفله مادر جان. نمیدانم دخترم. چنانیه که میبینی یگان کار با خواهشی ما راست نمیآید. غیر از انتظار شدن چاره دیگر نداریم. سرداران جمع شدن پدر. درباره جناب صبا صحبت کردن میخواهند. آنها از کجا خبردار شدند؟ این تو خبر دادی؟ بله، من خبر دادم. فراری ها را پنهان کردن کاری درست نیست. سرداران هم چنین عقیده دارند. ما گپمون گفتیم آقای مسلم، آن طرفش کار خودت. من شما رو میفهمم، لیکن همتون میدونید که در منطقه امان سلاحداران آمده به ما دام میگذارند. مقصد اساسی آنها ما را مجبورن از اینجا کوچاندن است. ما باید بر ضد آنها مبارزه بریم.
لیکن متاسفانه سلامتی من برای این مساعد نیست. برای همین فکر میکنم که به قبیله ما سرداری نو لازم است. ما رو ببخش، تو رو در حالت ناگوار گذاشتیم. مهم نیست، باید این کار میشد. برای ما هم کار خوب شد. با چی خلاص آمدم؟ تو باز سر نداشته من از اینا میام. یلماز سرو با اینجا آمدی حتی هیچ سلام. یلماز بس کن، خودت را با دست گیر. آرام شوم چی دار آرام شوم این بیناموز ما رو فرم. بس کن یلماز. پسرم، بیچارگی انسان را به هر راه میبرد. التجا میکنم با من کمک کنید. التجا میکنم گلتنم را از دست سبا نجات دهید. پیش از گرفتن سبا او را گریزان. شما چی میگویید؟ اگر جناب سبا پروا نکن، به خانه ما بیایید. میلش همراهی برفین و یلماز شما را هم نگاه میکنیم. آخر خدا بزرگ است. کمک میکنید همینطور نه؟ البته کمک میکنیم. آقای فا، جناب سبا با همراهی آدمانش به ده میآید. بیایید به درون درآییم. اها، بیایید درآییم. مادر جان گذارید. بلا به خانه ما میآید. خوش آمدید جناب سبا. تو کیستی؟ نبیره آقای شکر، نامم فؤاد. من با تو کاری ندارم. من آقای مسلم رو دیدم میخواهم. با من هم مصلحت کرده میتوانید جناب سبا. تو این کارها رو نمیفهمی. من شخصا با آقای مسلم صحبت کردن میخواهم. میلش خوش آمده جناب سبا. خوش باشد آقای مسلم. مرحمت شینید. برای میمان ها دسترخوان خوشد از پدر. نمیخواهم. من اینجا برای ضیافت خوردن نآمدم. فیروری ها را میجویم. در خانه شمایند. آنها را به من سپارید آقای مسلم. گوش کنید جناب سبا، گمان میکنم عرف عادت هایمان رو فراموش کردید، لیکن باز هم هیچ چیز گفته نمیتوانم. شما با فؤاد مصلحت کنید. از این پس او سردار قبیله حساب می شود. وای گپم رو شنیدی؟ گپ را دراز نمی کنم جناب سبا. دانسته باشید که من مهمانانم را به یگان کس نمیدهم. آن مهمانهایی رو که حمایه میکنی به من خیانت کردند. چرا عروسی من را در اینجا نگاه میداری؟ ها؟ چرا؟ برازگی عروس خوشبخت نمیشود. آن دو نفر همدیگرشان را دوست میدارند و خانه‌دار شدنی هستند. تا که دیروزا تو باز به من گپ بگردانی آنها را میدهی؟ نمیدهم. زورتان رسد آمده گیرید. یعنی همین طوره؟ من بعد بین این دو قبیله تنها دشمنی وجود دارد. روشت را به سرت گیر. فهمیدی؟ من از شما نمیترسم جناب سبا. حالا ایست. به من گوش کن، تو او را به ما دشمن کردی. هیچ کس حقوق ندارد که به ما تهدید کند. فؤاد راست میگوید پسرم. چی شد فؤاد؟ جوابی با خودش سزاوار را گرفت. برای ما شده سبا را به خودتان دشمن کردید. اصلا غمگین نشو یلماز. به این هم جناب سبا هرگز به ما دوست نبود. ما رو ببخشید. برای ما شده سرتان رو در بلا گذاشتید. نترس برفین. آنها هرگز نه به ما و نه به شما دست نمیرسانند. این کار عاقبت خوب ندارد. سبب مثل مار است. از زیر کدام سنگ برآمدنش معلوم نیست.
یعنی من این گونه آدم رو ندیده بودم. گفته بودید که ضعیفند، هیچ کار کردن نمیتوانند. ها؟ چی شد جناب صبا؟ ترسیدی مگر؟ نه چرا میترسیدم؟ لیکن من این کارو بی خون ریزی انجام بودن میخواستم. یعنی من نمیخواهم که وقت زیادمون رو به این کار صرف کنیم. گوش کن صبا، پس از قتل حاجی شکور در این قبیله کارهای زیادی را به سامان رساندیم. گوسفندانشان را هلاک نمودیم، خانه و انبارهایشان را آتش زدیم. کسی به این کار وظیفه‌دار نموده امان کارش را خوب انجام داد. قبیله را پراکنده نمود، اکنون چیکار کردنش را نمیداند. پس چرا این کار کرد؟ مطابق که چونین است، چرا به مقابل من سر بالا کرد؟ گوش کن صبا، مردم با آسانی سر فرو نمی آرند، زیرا آنها به این جوانی شیردل باوری دارند. او با بابایش حاجی شکور مانند شده است. در وقتی دانشجوییش هم او را به دست آوردنی شدیم، لیکن موفق نشدیم. اگر قبیلهش چون پیشتر پرقدرت شود، همه این نقشه هایمان برباد می رود. بله، اگر یگان شجاع پیدا شده فؤاد را نابود نسازد، نقشه هایمان برباد می رود. فؤاد را با قتل می رسانی؟ آخر دعوای خونین آغاز می شود. اگر فؤاد را به قتل رسانی، قبیلهش رو افتاده شده در مدتی کوتاه دیه را ترک می کند و هیچ گونه دعوای خونی هم نمی شود. لیکن تو باز هم با دقت باش، اگر سلاح داران این کار را کنند، دعوای خونی به عمل نمی آید. چنگیز رفته به سنانگوی که سبا تو را انتظار است. رو زودتر. حتی یک دختر را صاحبی کرده نتوانستید. یک به احوال ما نگرید، ما را شرمنده کردید. آن قزبانی به عقل که ها به دیه اشا رفته است. قزبانی احمق تو را میکشم. دیهی زیبایم، تو را خیلی پزمان شدم. وای شد بس من از همین دیهم، من بگونه نیستم. بشه رئیس این چه احوال است؟ آقای رفیق بیایید. اوف، قزبان می بود، مگر این کارها رو من نکردم. بس کن گریه نکن. مادر قزبان دختر جانم. دختر جانم من آمدم مادر جان. آقای رفیق نبینه دخترم برگشت. شامده قزبان، دختر جانی پدر. دختر جانم. مادر جان نکن. دختری زیبایم. شد بس کن تمام. مرا ببخشید مادر جان، مرا ببخشید، مرا عفو کنید مادر جان. وای دختر جانک شیرینم. بس مرا ببخشید. بس کن آمدی، خدا را شکر. مرا عفو کنید مادر جان. دخترکم بخشیدم. تو فکر میکنی که برای این بیعقل تو را جنگ نمیکنم؟ آدم عقل دارد. تو مرا دیوانه کردی. فکر میکنی که تو را میبخشم؟ بدن برادر کلت پوست قزبان. آقای رافع بخیر است، به کجا شدن داره؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ چیکار کردنم را خودتان نغز میدونه. به قریب پول دادم، با چرا آمدی؟ چیکار کنم آقای رافع؟ مغازه کشادنی بودم، لیکن پولم کمی کرد. مغازت
از سرت ماند. جانم را بلب آوردی. من از کجا پول میابم؟ من خدا دکتر را میکشم. سردید شما به سین سالتان شکر گوید. فهمیدید؟ اگر تا پگاه پولا را آورده ندید به حامد قاتل پسرش بودنتان رو میگویم. فهمیدید؟ دانسته گیره. تا تو را نکشم از تو خلاص نمیشوم بی‌ناموس. مادر اگر اجازت می بود خودم رو می کشتم، لیکن افسوس که خداوند خودکشی رو حرام گردانده است. این طرح نگوی، خواهش میکنم. این خلقت ها رو نگوی دخترم. دوغن این شب همراه میگریزیم. بگاهی بله به چشم بیو. تو چی ها میگویی دوغن؟ ما را زنده نمیگذارند. نترس، هیچ چیز نمیشود. من همش رو حل نمودم، فقط گریختن مونده است. صاحبانی خانه و درشان را پرتافته رفتم. آنها را هم سرگردان نمودیم. غم نخورید خاله زلال، من آنها را به خانه امون بردم. اینجا برایتان بهتر است. خدا از تو راضی مأمور باشه. نگاه بیاید ما رو چطور میوبد؟ خواطر نشو برفی. اما که مسلم در اینجا بودن ما را میدانند، مبادا آمدن آنها را به اینجا میارند. خانم دیلا آمده است آقای فهد. ماند بیاید. دیلا دوگانه جان، فکر کردم که دیگر تو رو نمیبینم. خوب شد که آمدی. برفین برای تو پیام از لباس های نو آورد. تشکر. خوش آمده دیلا. خوش باشید. میدانی یوم از من کی رو آوردم؟ عمر؟ اکا دادر جان اکا. شما معلم شده دکا. دائم برات خونه میگویم که من با مانند اکا معلم میشوم. انشاءالله دادر اکا، انشاءالله عمر جان. از راه آمده خانم دیلا، مرحمت به درون درآیید. بیا دیلا، به نکاح دیر نکرده. مأمور نکاح حالا نآمد از دیلا. تا بگاه همینجا میشوم. گذر مرسیان، گذر زود آیند، نکاح کنند، سحری بر وقت از اینجا روند. این خصومت به آخر رسد. وای 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 وای. خوش آمدی سنان پهلوان، خوش آمدی. خوش باشید و برای چی زود مرا به اینجا جغ میزنه جناب صبا؟ به من خورگ از گولیتان نمیگذرد چی؟ سنان برادر، ناراحت نمودم، سرم به بالا گرفتار است. من از اوده این کار نمیبرایم. گوش کن، در کجا بودن فراری ها را میدونم. آدمانت را گرفته به یک حمله همشان را نیست و نابود کن. این کار با آخر رسد. جاوید کشا و شما یک مصلحت میدهم جناب صبا، اینها را گیرید. آدمانتان پوشند، رویشان را محکم کی کردند. کی میفهمد که تشکیلات کرده است یا اینکه شما همین طور نه جناب صبا؟ این طور نکن سینون، من از اودهش نمیبرایم. اینش کاری خودتان جناب صبا. من باید به دهه آبی کلان روم.
دختری رئیس گریخته است. خودتون میدونید و کارتان جناب سبا. راه گردید میرویم. برای کار. چینگیز لبای جناب. آدمانم را جمع کن. و قبیله حاجی شکر هجوم میکنیم. با بخشت جناب، این خیلی کاری خطرناک است. تو گفتم را اجرا کن زودتر. جناب سبا، او راست میگوید. تو در اینجا چیکار میکنی پسر آقای مسلم؟ آرام شوه جناب سبا، برای به شما کمک کردن آمدم، لیکن یک شرط دارم. مردی فواد را میخواهم. وای 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 وای، من هم همین رو میخواهم. من راضی ماهیر، راضی. پس از تاریک شدن هوا شما رو در بیرون ده انتظار میشوم. میایم. همین بگاه همه‌شون رو نابود میکنیم. مادر، چرا گریه میکنی؟ کلان شده است، خانه‌دار شده میرود. شما از این خوشحال نیستید؟ نه البته، آرزوی من این نبود پسرم. من برفین و خدیجه و تو رو گرفته از اینجا رفتنی بودم. خدیجه هم روز دست دادم. برفین باشد خانه دار می شود. هر دوی من تنها میمونه. آیله همون پراکنده شد. آرزو میرم این نبود میذارم. حالا هم برفین این اکاد برات است نگفتم. من هم خواهرم را با آغوش گرفتن میخوام. منم میخوام که او حقیقت رو داند. میخوام که مرا اکا گفته صدا کنه. بعد از نکاح با او حقیقت رو میگویم. میگویم پسرم. چرا میگوید مادر جان؟ هیچ، مهم نیست، اهمیت نده. فواد و یلماز در کجایم؟ آنها چه گپی مهمی داشتند. یلماز خواهش کرد که به بیرون برایم. بخیر باشد. دخترکم، به ما خیلی کمک کرده. از تو می ندارم فواد. تو هم می بودی همین کارو میکردی یلماز. فواد، تو به من گپ دارم گفته بودی. چی گفتن میخواستی؟ نمیدونم چطور رو به تو گویم یلماز. گوش کن، اگر راضی باشی من با دیل و خونه دار شدن میخوایم یلماز. من از این بسیار هم شادم، لیکن رازگی دیلا هم شرط است. خاموش، از من نترس نورتین، و تو ضرر نمیرسونم. برای خوبی تو در اینجایم. بهوده کوشش نکن، با تو نمیروم. تو چی؟ با دوست داشتت گریختنی؟ تو از کجا میدونی؟ اگر گریزید جنابی سبا با شما دام گذاشته هر دویتون رو هم میکشد. تو چی؟ مرگ دوست داشتت رو میخواهی؟ به من گوش کن، بیا تو رو به کوه برم، بعد دوست داشتت رو هم میبرم.
همونجا خانه‌دار میشوید. تشکیلات شما را از سبا حمایه میکند. یا به کوه برآمده با دوست داشته‌ات خانه‌دار میشوی، یا اینکه به شهر گریخته هر دویتون هلاک میشوید. داغن را هم میبری؟ البته میبرم، قبول میدهم. رفتیم. آه گلتین، کجا شدی؟ به نکاح دیر میکنیم. درباره چی گپ میزده باشند؟ درباره چی میشد؟ مرا از ظلمت خواستگاری میکند. من چی کار کنم برفین؟ زیق نشو دیلا. آقای دکتر حالا هم نفهمید است که تو را دوست میداری. نفهمیدنش بهتر است. او زینب را دوست میدارد، با او خانه دار میشود. آه دخترم، شاید با او میگویی که دوستش میداری. اکنون دیر شد خاله جان. تو گریه میکنی دیلا؟ گریه نکردم. با دیلا چی شد از مادر جان؟ نمیدونم پسرم، آدمی بیغم میشود مگر. مرا ببخش دیلا. اگر گریه کردنت را میدانستم به خدا هیچ چیز نمیگفتم. دخترم در آمدن ممکن؟ بیا یورناس. برفی بیا رفتیم. دیلا، با فؤاد صحبت داشتیم. فؤاد میخواهد با تو خانه‌دار شود. تو چه فکر داره دیلا؟ او خیلی انسان خوب است. با ما کمک بسیار نمود. لیکن حالا من در فکر خانه‌دار شوی نیستم. میفهمم. اختیار داره دیلا. البته خودت چیکار کردنت رو میدانی. هر قراری براری من چیزی نمیگویم. لیکن باز یک بار فکر کن. این خیلی جوان مرد را یافتن دشوار است. آی کزبان، دیگر خوراک نیست؟ میخورم سیر نمیشم. سری دسترخون نمیخیزید؟ چی در نبودین من شما تماما خوراک نخورده؟ بسیار گم نزن، زود رفته خوراک بیار. رو زودتر. خدایا توبه. بخیر سینان. در اینجا یک جنگاور دارم، برای او را بردن آمدم. شده رفتیم. سرده او را التماس. ایست نبر او را سینان. التماس او را نبر. این کارا نکن سینان، نبر او را. گیرد او را. دیگر با تو را نمیخواه. آره این کارا جواب میدهی سینان. رواتو نشان بده. با من گفتم رئیس، با تشکیلات بازی نکن. ایست سینان. این کارت خالی نیست. خوبی هایی با تشکیلات کردم را فراموش کرده ها؟ فراموش نکردم، وگرنه پلنگ را زیر میکردم رئیس. سینان دخترم، چه بلایی بود که من سرم آمد. ماموری نکاح آمده است. بیا برفین، زودتر آماده شد. میلش من یک رفته بینم. ایست دخترم، شتاب نکن.
حالا داغن و گلتین نامدند. راست؟ چرا یک قدر دیر کردند؟ می آیم دخترم، حتما می آیم. من رفته بینم. مایدش خدا جان. باوریم نمی آید که با یلمز خانه دار می شوند دیلا. گویا همش در خواب است. اینها به کجا غیب زدند؟ کجا شده ده؟ مامور نیکا علکی آمد. پروا نکن ماهیر، آنها نمیدونن که تویشان به متم تبدیل می آمد. آقای رفیق بخیر از دمیر خبر آوردم. کنی گپ زن. چی؟ مرا هم فهم، مجبور نمی شدم، پولم را طلب نمی کردم. هیچ گم نی آقای حامد، شما را می فهمم. خیر، خدا حافظ. سلامت باشید. بخیر است که؟ چی واقعه؟ دمیر اومد، برات را یافته است. شما چه میگویید که؟ در کجا بوده است؟ در دهه چردکلی. مرحمت چینید، شاید ها هم همینجایم. بله. شاهدان گرامی، شناسنامه هایتان را دهید. مرحمت. با دقت باشید، بیایید. محترمه برفین کیا، با جوانی در نظر بوده محترم یلمز از ترک خاندار شدن میخواهی؟ بله. محترم یلمز از ترک با دختری در نظر بوده محترمه برفین کیا خاندار شدن میخواهی؟ بله. شاهدان گرامی، شما به نکاح شاهدی میدید؟ بله. بله. من شما را از همین روز اعتباراً زن و شوهر اعلام میکنم. مرحمت امضا گذارید.
مرکزی پرودیوسری مرحبا استودیوی تیمو توجیکون هولیدی روز 1 اپریل ساعت 16:00 در کاخ وحدت عید سرود و خنده همه شما رو انتظار است. گهه به کوچه ما با نگاه او از من چی میخوای از عشقت پریرو از منی تو چرا دیر میکنی تو همیشه جا بدانی ای خدا با من بمان. خلاص حسن از کلمه یونانی گرفته شده معنیش پروستات. یه بچه شوخی نکنی اولی 1 اپریل چقدر وقته؟ لای 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 آی تاجیک دختر بازاکی با تو شادم. اگر تو برات جادو میکنی عدو میکنی کدو میکنی هم من روز 1 اپریل باید کارتم رو نشون دیم. شدیم سیمو مانا عریقا خانا نارو ماما تنافسی کن آقا 1 اپریل اما کسا دیدانا آرا کردم من چی خطا کردم من حسن جون نمید تر گفته بیادم ولی هستید نگم نه یعنی بیشتر کن نیست نه خیلی خور نیست ما شبها را بیادی تو سهر کرده بودم میدانی دیر کنی نو خیلی تو کن ما ایسا بخشی یکم را اینجلو توقع نمیگره خدو همیشه یک جویا باشید همدیگرتون را بیدار نکنید فراموش نکنید یک جویا باشید تیاری با علی اینجا تو کانی گنجی اینجا شده نارا میسنجی حسن چیلا بزرگرای هنرمندان و حجمنگاران بمیثل غریبشو کمپانیا کاخ وحدت ساعت 16 با صنایع 1 اپریل. همه کسا مرحمت بیاید کاخی وحدت اگر کی کردید کیدد دیگه ما را زنگ نزن. سرپرستان شرکت ساختمانی گلوبال تراست و شرکت سیاحتی ویب ترافل تور. و این چی میگوید؟ شکر کن که تو زنده مانده ای. بس شیرینه که با اعصابش سخت تاثیر رسونده. مرو نجاتی آذر را به شما میسپارم. من از این بعد شما رو مادر میگویم. تو چه مادر هستی؟ خود رو از آذر کناره گیر. آذر برادری همخونی دوست. من زیستن نمیخواهم. دیگه باران موندم با پیدکم بخونه تو دیگه. من یک پسرم را گم کردم. بهار تمام سال اینجا بهار است. بهار کاشانه حسن. فروش اجاره بهترین پیراهن عروسی و دامادی از برندهای جهانی. بهار لباس کودکانه برای عائله نوبنیاد، همچنین آرایش ماشین عروسی با دیزاین معاصر. بهار افسانه دستنوراست اینجا دسترس است. سراغ کوچه عینی 65 گردش فرودگاه. تلفن ها 93 508 08 80 919 91 01 01 917 35 08 08. بهار زندگی.
пайрохаи такдир. فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.